سلام دوستای عزیزم، امیدوارم که مثل همیشه حالتون خوب باشه. من مرتضی هستم و امروز قرار با هم گردشی داشته باشیم در جاده فومن به ماسوله. امروز سه‌شنبه 21 شهریور ماه و ساعت حدود 3:30 عصره. شهر ماسوله یکی از دیدنی ترین مکان‌های استان گیلان و شهر فومنه که تقریباً همه ایران میشناسنش. از اونجا که ما به ضبط ولاگ کامل علاقه داریم، تصمیم گرفتیم ولاگ کاملی از رانندگی از مرکز شهر فومن تا ماسوله که برای بسیاری از عزیزان خاطر انگیزم هست داشته باشیم. پس از ورودی شهر فومن شروع به حرکت خواهیم کرد و تا شهر ماسوله با ما همراه خواهید بود. ماسوله از شهرهای کوچک و قدیمی ایرانی که در 36 کیلومتری شهر فومن و در 60 کیلومتری شهر رشت یعنی مرکز استان گیلان قرار دارد. این شهر در سال 1354 جزء آثار ملی ثبت شده و هیچ گونه ساختمان جدیدی به اون اضافه نشده و به همان صورت قدیمیش حفظ شده. حالت پلکانی این شهر به صورتی که پشت بام خانه‌های پایینی حیاط خانه‌های بالاتره از جذابیت‌های این شهر محسوب میشه. گلدون‌های شمعدونی، پنجره‌های چوبی قدیمی، بازارچه پر از خوراکی و صنایع دستی با هوای خنک و در بیشتر ایام سال مه‌آلود، وجود آبشاری کوچکی در کنار این روستا همگی از جذابیت‌های ماسوله زیبای ایران ماست. قدمت این شهر به سال 8 هجری یا همون قرن 16 میلادی میرسه. شلوغی ماسوله در روزهای آخر هفته، فصلهای بهار و تابستون و همچنین روزهای برفی سال نیاز به گفتن نداره. مردم ماسوله تاریخ زبانن. آش دوغ، آش رشته، باقالی پخته، کلوچه و کاکای ماسوله هم از سوغاتی‌های خوراکی این شهر محسوب میشه. این ولاگ در ابتدای ولاگ گردش در شهر ماسوله گرفته شده که ولاگ گردش در شهر و بازارچه اون رو به زودی در کانال قرار میدیم. قبلا هم ولاگی از قدم زدن در این شهر زیبا در فصل بهار، رانندگی در جاده بهاری ماسوله و همچنین گردش در شب‌های بی‌نظیر ماسوله رو در کانال قرار دادیم که لینک ولاگشون رو براتون در قسمت توضیحات ویدیو در دسترس شما عزیزان قرار خواهم داد. اگر به دیدن زیبایی‌های استان گیلان شهر فومن علاقه دارید، حتما کانال ما رو سابسکرایب کنید و به پلیلیست شهر فومن در کانال ما سری بزنید. خواهشاً با لایک‌ها و کامنتاتون ما رو در مسیر بهتر شدن حمایت کنید و برامون بنویسید که دوست دارید از کجای گیلان زیبا براتون ولاگ تهیه کنیم. در ضمن در روزهای یکشنبه و پنجشنبه هر هفته در این کانال ولاگ جدید قرار داده میشه. امیدوارم که از این جاده و از این ولاگ لذت ببرید.